دیگه طرف رفت پیش بزرگی گفت که دعا کن خوشبخت بشم. گفت با چی خوشبخت میشی؟ بگو همون از خدا برات بخوام. گفت حقیقتا باید فکر کنم. گفت خوبه فکر کن. فردا آمد گفت دعا کن خدا به من اینو بده اینو بده اینو بده اینو بده، من با اینا خوشبخت میشم. یه ثروتی، یه چیزایی خواست، سواری، مرکبی، نمیدونم ماشینی، خانه اینطوری فلان، اینا رو بخواه از خدا تا من خوشبخت بشم. اون بزرگ زرنگ بود، خواست اینو بفهمونه که تو تا مریضی های درون تا علاج نکنی با اینا هم نمیتونی خوشبخت بشی. اون بزرگ قبوله، همه این چیزایی که خواستی من از خدا میخوام و انشاءالله تعالی الله تعالی دعای من رد نمیکنه، اینا رو بهت میده. ولی اگر الله تعالی به تو انقدر چیزایی که خواستی داد، 2 برابر اینا رو به همسایه بغل دستیت میده. قبوله؟ خب باید برم فکر کنم. فکر کنی. فردا صبح آمد گفت که بله فکرامو کردم، از خدا بخوای یه چشممو کور کنه. چرا؟ چون 2 برابر به همسایه قرار شد بده. همسایه چیکار بشه؟ هر 2 تا چشمش کور بشه. ما امروز خیلی چیزا برای خوشبختی داریم، اما نمیتونیم خوشبخت زندگی کنیم، چون یه امراض درونی در درون ما هست که ما دنبال خوشبختی نیستیم، دنبال خوشبخت تر شدنیم و این ادامه داره ادامه داره ادامه داره. هر چی میری جلو حس میکنی یه دستو بیشتر دارن، باز میگه به او برسم به او برسم به او برسم، به اینا همه میرسی، اما یه روزی میرسی که زندگی تمامه دیگه. ما الله تعالی گاهی وقتا نعمت رو از یک بنده سلب میکنه، اینقدر مصیبت زده میشه، اینقدر پریشان میشه از برای دست دادن یه نعمت که از دست دادن نعمت اینقدر نگرانش میکنه که داشتن نعمت همینقدر خوشحالش نکرده بود. بابا تا دیروز همین نعمت تو زندگیت بود، الان رفته نعمت مصیبت شده. خب مد مقابلش باید چی می بود؟ تا روزی که تو زندگیت بود باید چی می بود؟ خوشبختی می بود، راحتی می بود. این که بود که اینا نبود، حالا که رفت چی شد؟ بدبختی شد، مصیبت شد، چه یه نعمت رفت. اینا مشکلات درونی عزیزان. با حرص، با آزمندی، با تکبر، با خودبینی، با اوج، با حسد، با این مریضی های درون، هر چقدر هم که ما ثروت داشته باشیم و هر چقدر هم که ما دنیای ما زیاد باشه، ما نمیتونیم از دنیا لذت ببریم. مولانا یه جای دیگه میگه این همه غمها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد بود و باد ماست. مولانا میگه همین غمایی که تو سینه های مردم، میدونی این غما از چیه؟ اینا تو ذهن خودشون از خودشون یه شخصیت کاذب ساختن. من یه اوج، یه تکبر، یه غرور، من اینم. یه بوتی تو ذهن خودش از خودش ساخته. این بوت اینقدر نیاز به احترام داره، این بوت اینقدر نیاز داره که دیگران در مقابلش کرنش کنن، این بوت دیگران باش اینطوری باش برخورد کنن. وقتی میره تو جامعه میبینه اون برخوردی که او تو ذهنش بوده باش نمیشه، با اون بوت ذهنیش همیشه ناراحته. این همه غمها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد بود و باد ماست. این همه از این بخار و گرد بود و باد توه. آمدی از خودت یک شخصیت تو ذهنت درست کردی، میخوای دیگران پرستشش کنن، نمی کنن، غم تو سینت میاد. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چنین شد وانچنان وسواس ماست. مولانا میگه این غمایی که مثل داس تو زندگی ریشتو دارن قطع میکنن، شب نمیتونی بخوابی، روز نمیتونی از داشته های زندگیت لذت ببری، از سفره زندگیت لقمه راحت بخوری، اینا مثل داس دارن ریشتو میکنن. اینا همه وسواس فکری، اینا همه حاصل اینه که فکر میکنی به من احترام نگرفتن، به من توجه نکردن، من رو نشناختن، من رو اونطور که باید قدردانی، من. اون
اون خودخواهی، اون عجب مثل یه غم بیخکن شده، مثل یه داس شده که داره ریشه‌شو میزنه، یه وسواس فکری فقط. دیگران قدر منو ندونستن، دیگران با من خوب رفتار نکردن، دیگران من این توقع رو داشتم، دیگران من رو نشناختن، قدر منو ندونستن. من انسانی که با این تکبر داره زندگی میکنه، اگه ثروت قارون هم داشته باشه خوشحال زندگی نمیکنه. انسانی که با حسد زندگی میکنه، آتش حسد تو زندگیش افتاده، اون انسان از داشته های زندگیش لذت نمیبره، نمیتونه ببره. انسانی که با حرص و آزمندی زندگی میکنه، هر روز میگه هل من مزید، هل من مزید، دنیا رو بیشتر میخواد، و انسان نمیتونه دنیاش نفع ببره. شنیدید یه ضرب المثل عامیانه است تو منطقه ما، میگن مال فلانی خورده خودشم نشد. با حرص و آزمندی جمع کرد. خب کی میخوای از این داشتهات لذت ببری؟ کی میخواد این داشتهات خواب راحت بشن؟ کی قرار این داشتهات کانون خانوادت رو گرم کنه؟ کی میخواد این داشتهات وارد زندگیت بشه همسرت بچت از بودن تو لذت ببری؟ کی؟ تو که همش دنبال دنیایی، تو که خودتو وجودتو همه چیزتو اسیر کردی، اسیر یه دنیا، هی با حرص و ولع میخوای جمع کنی. خب جمع کن، آخر این آقا وسط همین جمع کردنه یه جایی میمیره. بعد بچهش چی میگه؟ بگید میگه مال بابا رو بدید من بخورم؟ میگه نه، میگه سهم من از ارث انقدر شد، سهم من مال باباست، سهم من انقدر شد، اون میراثی که به من رسید انقدر شد. یکی هم نمیگه از بابا انقدر به من رسید. بابایی نیست، سهم من، اینا به من رسیده. فقط میگه کلاغی از آسمان آورده گذاشته جلوش، میگه اینا به من رسیده. از کجا رسید؟ همون بابایی که برای این دنیا حرص خورد، آزمندی خودشو، جوانیشو، همه وجودشو هزینه کرد، این دنیا رو جمع کرد. حالا بچهش به ناز و نعمت رسیده، سر 1 سال 2 سال اینا رو میگیره بیرز به پاشای نابجا میکنه، این طرف میزنه. 2 سال بعد میبینی بچهش تمام داشته های باباشو به یغما آورد. نه بابا از این مال استفاده برد، نه کی، نه بچه. با اینا نمیتونه انسان زندگیشو به سمت خوشبختی ببره، با این امراض درونی. اول باید تلاش کنی این امراض درونی در وجودت مهار بشه، اینا باید از وجودت دور بشه، به خوبی های آراسته بشی، یه چیزای خوب تو وجود خودت رشد بدی. اونا که رشد کردن، بله، از داشته های زندگی لذت میبری. اصلا میگه وقتی ما شکر نعمت میگیم، میگه ذکر النعمه نصف النعمه. همین که شما در حین خوردن نعمت رو، عجب آبی، این خودش در حال تو شکر کردی، آب و خوردی، با هر جرعشی الحمدلله میگی، در حقیقت از این داری لذت میبری. لذتت از این نعمت چند برابر میشه. اما یک انسانی که همش به این لیوان آب نگاه نمیکنه، به اون پارچ نگاه میکنه، چطور پارچ آب رو تصاحب کنم، اینم دست شاه داره میخوره قرد با حرص و ولع، این پارچه رو چطور بقاپم. این آقا نه از این لیوان لذت میبره، نه به اون پارچ میرسه. آب خورد ولی نفهمید خورد، لذت آب نبود، کس ذکر آب نبود، درگیر یه چیز دیگه بود، روح و روانش یه جای دیگه بود. ما اگه شکر نعمتم میگیم، باعث میشه که لذت نعمت چند برابر بشه برای خودمون. نعمت از وی جملگی علت شود. مولانا میگه اون کسایی که امراض درونی خودشون رو علاج نمی کنن، به تعبیر مولانا علتی، یعنی بیمار. علت اینجا مراد همون بیماریه.
نعمت از وی جملگی علت شود. همه نعمت ها وارد زندگی این که میشن علت میشن، مرض میشن. به جای که زندگیشو خوش کنن، زندگیشونو پر از آسایش کنه، کانون خانوادهشو گرم کنه، زندگیشو پر لطف کنه، ببینید هرچه نعمت تو زندگیش اضافه تر میشه، از اون طرف علت، مرض، بدی بیشتر و بیشتر شد. نعمت از وی جملگی علت شود، طعمه در بیمار کی قوت شود. چطور میتونه طعام باعث نیرومند شدن آدم بیمار بشه؟ یا آدم بیمار اگه لقمه خاویار بده بخوره، عسل بده بخوره، شفاء للناس بخوره، برای این مرض تبشو میبره بالا، مریضیشو بیشتر میکنه. اول بر خودتو درمان کن، بعد بیا شفاء للناس، عسل برای تو، شهد برای تو اون موقع خوبه، رویال برای تو خوبه، اون موقع خاویار برای تو خوبه. اما اگر با همون مریضی های جسمی اینا رو هم بخوری، اینا نه تنها خوبت نمیکنه، بدترت میکنه. چند خوش پیش تو آمده ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف و کدر. مولانا میگه تو این راه ناسپاسی و کفران نعمت، چقدر نعمتهای گوارایی الله تعالی برای تو فراهم کرد، اما همه اونها نتونست زندگی تو خوب کنه، نتونست تو رو به سمت خوشبختی هل بده. تو عدو این خوشی ها آمدی، خودت دشمن خوشی ها هستی، خودت با رذائل درونت، خودت با اون صفات ذمیمه درونت، تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه بر وی کف زدی. تو آقا دستت رو هرچی گذاشتی اون چی شد؟ مصیبت شد.